شب 30 ایول ساعت 23:32 ساکن 42 و 32 ساله نویه جیهون بعد نوشیدن مشروبات در لب کانال جماعت 5 مناقشه کردند. در جریان مناقشه مرد 32 ساله با مشت و لغت به سر و روی مرد 42 ساله چند ضربه زده او را بیهوش کرده است و از جیبش 350 سامانی را گرفته از جای حادثه غیب زده است. جبران که جراحت وزنین برداشته بود جان داده است. علیه گمان برشونده بر اساس ماده 110 قسم 3 و 249 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی که باعث مرگ جبری دیده شده است و غارتگری پرونده جنایتی آغاز کردند. به او تا 15 سال زندان تهدید میکند. جوانزن 27 ساله ساکن نویه مشتو به اون گمان بر می شود که صبح 2 آگوست ساعت 4:50 با راه پنهانی وارد خانه مرد 36 ساله ساکن این نویه شده از آنجا 80,000 روبل روسی را دزدیده است. به ضد زن بر اساس قسم 2 ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام دزدی پرونده گشودند. به او از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. نابالغ 17 ساله ساکن نویه سینو به اون گمان بر می شود که شام 1 آگوست ساعت 20:00 در نزد بازارچه محمد جان واقع در کوچه باباجان غفور فشار دوشنبه جوان 21 ساله ساکن پایتخت را به یگان اساس لطوکوب نموده با آلات خلنده و برنده یک مرتبه به کتفش زده است. در نتیجه جبری دیده جراحت جسمانی برداشته است. مرد 28 ساله ساکن جماعت چهارتپه نویه رودکی به اون گمان بر می شود که روز 1 آگوست ساعت 16:30 در حدود این جماعت دو جوانزن 23 ساله از جماعت چمتپه را لطوکوب کرده هر دو را کورد زده است. در نتیجه هر دو با جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری گردیدند.